الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. خدا را سپاس میگویم و قدردانی بکنیم از رب العالمین و شکر خدا را به جا بیاوریم که الله تعالی به همه ما توفیق عنایت فرمود نماز مغرب ادا بکنیم و به یاد الله تعالی و ذکر آخرت و به مسئولیت هایی که عاید همه من و شما هست متوجه ما هست به تذکره این مسئولیت ها بپردازیم بنده نیز شاکرم از پروردگار که امشب توفیق عنایت فرمود هم شما مردم عزیز زیبا شهر و مردم محله را زیارت بکنم و هم عزیزمون جناب مولانا عبدالواحد ملازاده که امام محله هستند زیارت کنم از نزدیک. الله تعالی به ما توفیق عنایت بکند که همه نعمتهایش را شکر گزار باشیم، خصوصا وقتی الله تعالی چنان مرحمتی و توفیق نصیب ما بگرداند که به یاد او مشغول باشیم، به ذکر خدا مشغول باشیم، از همه بیشتر الله را سپاس بگوییم و شکر گزاری بکنیم و از او قدردانی بکنیم. عزیزان اینجا مجری عزیز صحبت فرمودند و هم قرآن در این محفل تلاوت شد و هم عزیزان سرود خان در مدح آن حضرت صلی الله علیه و سلم حضرت رسول صلی الله علیه و سلم سرود زیبایی را خدمت شما عرضه کردند. سخنان بنده بسیار مختصر خواهد بود، چند جمله صحبت و چند جمله دعا و بعد از حضور شما رفع زحمت میکنیم. و آنچه که خواستم خدمت شما در این محفل مطرح کنم در رابطه با مسئولیت من و شما و
رسالت من و شما، وظیفه من و شما هست. امروز یک مصیبت بسیار بزرگی که انسانیت به آن گرفتار هست، بشریت به آن مبتلا هست و عموما مبتلایان به آن، مسلمانان مبتلایان، غیر مسلمانان، آنه که به رسالت خودشون و مسئولیت خودشون متوجه نیستند. ما از رسالت و وظیفه خودمان غفلت کردیم. برای چه به دنیا آمدیم و الله تعالی چرا ما را خلق کرد و فرستاد به این دنیا؟ منظور رب العالمین از خلقت ما چه بود؟ ما برای چه کاری آمدیم در دنیا که انجام بدیم؟ چیزی است که کل جهانیان، بلکه بخش بزرگ از جهانیان از این مقصد غافلند. مسلمان که قبول دارد، دیگران قبول اصلا ندارند خیلی چیزها را. مسلمانان که قبول کردن، ما قبول کردیم، اما بعد هم گرفتار غفلت شدیم. تمام امروز ضعف‌هایی که همه انسان ها به آن گرفتارند و ما مسلمانان گرفتاریم، از آن بابت هست، از آن سببی که به رسالت توجه نیست، به وظیفه توجه نیست. ملتی که رسالت نداره هیچی نداره. ملتی که برنامه در زندگیش نداره هیچی نداره. ملتی که هدف را در دنیا گم کرده باشد ملت سرگردانی است، پریشان و مهم. سروران گرامی، مقصد است، مقصد زندگی، مقصد آفرینش و خلقت، مقصد آمدن ما در دنیا چیزی است که هر لحظه باید ما او را یاد بکنیم تا بتوانیم وظایف خودمون را انجام بدیم صحیح و درست. الله به ما توفیق عنایت فرماید. ما اشتباه گرفتیم و جهانیان اشتباه گرفتن، غیر مقصد را با مقصد، نیاز و احتیاج و ضرورت را و ما یحتاج را به جای مقصد قرار دادن. گاهی و همین زنان و مادران دعای خیلی خوبی میکنند، که دعا میکنند، میگه خدا مراد بچه های شما را به شما بده. میگه این دعای خوبی است، ولی این کل مقصد یک خانواده و یک انسان را بچه فهمیده. یعنی فرزند کل مقصده، یعنی انسان آمده برای بچه، برای آمده که بچه تولید بکنه، فرزند به دنیا بیاورد، در حالی که نه فرزند مقصده و نه انسان برای فرزند پیدا شده، بلکه فرزند برای انسان آمده و نیاز انسانه. همانطور که ما نیاز به لباس داریم، نیاز به مسکن داریم، نیاز به فرزند داریم. فرزند، هر پدر، هر انسان، هر مادر، هر زن نیاز داره به اولاد. اولاد انسان در مراحل زندگی کمک میکنه، دست آدم میگیره، خصوصا وقتی که نیازش بیشتر باشه و پیر باشه. و الا فرزند مقصد نیست، فرزند نیازه. نیاز را برده مقصد قرار دادن. این زن که این دعا میکنه، این همه خیال میکنه که انسان برای اولاد آمده. زنان معمولا بیشتر در فرهنگشون همینه که زن خیال میکنه که برای اولاد آمده، در حالی که اولاد برای زنه، اولاد برای پدر و مادره و نیاز انسانه. هر کسی اون چیزی که دانششه دعا، به جای اینکه دعا بکنه که خدا تو را به مراد فرزندانت برسانه، می خدا باز دیگه هم دعای شده، خدا ایمانت را سالم بکنه، خدا تو را به مقصد رضایت خودش برسانه.
برای اون رسالتی که انسان آمده بندگی پروردگاره. هر انسانی که موفق شد در راستای بندگی پروردگار، در راستای عبادت پروردگار، در راستای اطاعت از رب العالمین، انسان موفقه. اولاد داشته باشه یا داشته نباشه، با فقر و گرسنگی زندگی بکنه یا ثروت داشته باشه، دارای پست و مقام و قدرت باشد یا هیچ چیزی از این مسائل داشته نباشه، اما وقتی کسی رضایت پروردگار را گرفت و خوشنودی پروردگار را حاصل کرد و مقصد زندگی را تشخیص داد و برآورده ساخت این مقصد، و انسان موفقه. بسیاری برای چیزهای مختلف دعا میکنند، اینا همه نعمتان. فرزند نعمته، اولاد نعمته، مال نعمته، همه آنچه که برای نیاز بشر الله تعالی خلق کرده و فرستاده است، همه این نعمتان، ولی مقصد نیستن هرگز. اگر همه کره خاکی را به شما بدن، به بنده بدن، تمام کره خاکی در اختیار ما باشد، اگر ما به مقصد نرسیم ما ناکام مطلقیم، ناکامیم. اگر همه خزائن روی زمین در اختیار ما قرار بگیره و کوها هم برای ما طلح بشه و کل این چرخش زمین و گردش زمین به مقصد ما باشد، برای ما حرکت بخوره و در اختیار ما باشد، ولی اگر ما موفق نشیم الله را بندگی بکنیم و رضایت خدا را بگیریم، ناکام مطلقیم، ناکام زندگی کردیم و ناکام از دنیا رفتیم. بالاترین سعادت آنه که انسان ایمان به رب العالمین داشته باشه، رابطه ایمانی داشته باشه، وحدانیت خدا در دلش بشینه و خدا را واحد و لا شریک قبول بکنه، عظمت الهی در دل باشه، محبت خدا در دل قرار بگیره، رابطه با پروردگار برقرار بکنه. الله انسان آورده برای ایمان به ذات یگانه خودش، برای معرفت و شناخت خود، برای بندگی و عبادت با معرفت و شناخت الله را بندگی بکنه، عبادت بکنه. خدا انسان برای سجده آورده، خدا انسان برای راز و نیاز با خودش آورده است. هر انسان توانست صحیح الله را سجده بکنه، درست الله را سجده بکنه، با حضور قلب نماز ادا بکنه و بر نماز پایبند باشه، و وقتی که سر به سجده میگذارد احساس کنه که با رب العالمین نزدیکی کنون، از هر حالت نزدیک تره، غافل نباشه از پروردگار و در بندگی و عبادت خدا را به غفلت انجام نده، نماز را به غفلت نخوانه، تلاوت را به غفلت نکنه، یاد خدا را به غفلت نکنه. گاهی ما خدا را یاد میکنیم، سبحان الله میگیم، از خدا غافلیم، چرا که قلب ما متوجه الله نیست. زبان ما سبحان الله میگه، دل ما نمیگه. جسد جسم ما میآید توی مسجد و قلب ما بیرون از مسجده. الله میخوادم جسم بیاید در مسجد، قلب بیاید در مسجد، قلب متوجه الله باشه. گاهی خانه کعبه را طواف میکنیم اما جسم ما طواف میکنه، تلفن در دست حاجیه و طائفه و داره صحبت میکنه از مال، خانه کعبه را هم طواف میکنه و صحبت میکنه که فلان جنس فلان جا برسونید، فلان جا برسونید، و این جسمش طواف میکنه، دور میزنه، قلبش دور نمیزنه. الله او عبادت میپذیره که جسم و قلب همراه باشه، هم حضور قلب باشه توی نماز. شما وقتی سجده بکنید بدونید که ما به سجده پروردگاریم، و وقتی که رکوع میکنید متوجه باشید که من خم شدم در مقابل پروردگار، و وقتی که شما ایستادید و دست بستید متوجه باشید که دستم به بارگاه رب العالمین بستم. والله وقتی که به نماز میستیم تمام حجاب ها را بر میدارم و بدون حجاب
به متوجه بنده هستند. بین الله و بین بنده حائلی نیست و جای افسوس هست که الله حجاب برداره و متوجه بنده باشه، بین ما و بین الله حجاب باشه و حائل باشه. چه مشغله های کاری و کارهای روزمره و گرفتاری و وسوسه گرفتاری. به نمازیم اما جسم من در اسیر در مسجد و روح ما بیرون داره فعالیت میکنه، قلب ما بیرون داره تلاش میکنه و گاهی خیال های بیهوده را شیطان میاره در ذهن ما که نه منفعت دین و دنیای و ما را مشغول میکنه. لحظه من عرض کردم که الله ما را برای بندگی پیدا کرد، الله ما را خلق کرده تا ما از گناه پرهیز بکنیم. بالاترین بندگی پروردگار پرهیز از گناه در حدیث آمده. بزرگترین عبادت خدا رعایت تقوا هست و پرهیزگاری از معصیت و از گناه. این امتیاز نزد خدا برای ما که الله ببینی که بندگان دستشون به گناه میرسه اما گناه انجام نمیده. برای الله ارزشمند بود که حضرت یوسف دست به گناه نزد و از گناه فرار کرد، با این حال که جوان بود. احساسات جوانی احساسات خاصی است. گناه خود را عرضه کرد به حضرت یوسف و حضرت یوسف در معرض گناه قرار گرفت. هیچ مانعی وجود نداشت از گناه بغیر از خوف الله تعالی و فرمود معاذ الله، پناه به رب العالمین. و وقتی دید که گناه ویل کنش نیست، ترسید که گرفتار نشه، پا به فرار گذاشت و الله تعالی همه دروازه های بسته را روی حضرت یوسف باز کرد. این برای الله ارزشه که انسان تا آنجا تلاش میکنه که از گناه نجات بگیره که پا به فرار بگذاره. سیدنا عمر رضی الله تعالی عنه در یک سفر چوپانی را میخواستن بیازمایند و پرسیدن که شما گوسفندی اگر به ما بفروشید از گوشت استفاده بکنیم پولش را به شما بده. گفتن که گوسفند مال ارباب منه و من غلام اربابم هستم و این گوسفند دست من امانت، من اجازه نداده من گوسفند بفروشم. گفتن شما راهنمایی بکنیم که گوسفند بفروش، پولش را به جیب خود بزن و بعد بگو که گوسفند گرگ خورده، گوشتش هم استفاده میکنه. گفت که پس خدا کجا هست که من این حرف را بزنم؟ خدا کجایه؟ و شروع کرد به فرار کردن و ایمان من داره میگیره. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه بعد آغاش را خواند، گو این غلام شایسته این نیست که غلام تو باشه و برای تو گوسفند بچرونه، اینه بفروش به من. گفت چرا؟ با این صحبت که تعریف کرد او گفت که پس من خودم این را آزاد میکنم و غلامش را آزاد کرد. آمین. یک دو روز قبل کسی یک واقعه تعریف کرد بسیار جالب و برای ما هم تعجب آور بود. گفت که در یکی از همین اداراتی که گاهی کمک میکنند به مستمندان و گفت که کسی مراجعه کرد و گفت که من مریضی آوردم و این مریض پول میخواهم اینجا بیمارستان پول ندارم. پول من گفت که این اندازه تقریبا پول او یک چهارم یک پنجم پولی که بیمارستان خواست و شما آمده به من کمک کنه. و من او را راهنمایی کردم که تو نگو که من مثلا این اندازه پول دارم و بقیهش را ندارم، چرا که اینها به تو پول نخواهند داد و پول کمی میدن. تو بگو که من هیچی ندارم و تا من درخواست تو را ببرن درخواست بنده. گفت تو با من دروغ تعلیم میدی که من دروغ بگم و میخواهی که من گرفتار لعنت خدا بکنه که من بگم به هیچی ندارم. خود پول دارم، من بگم که من هیچی ندارم گرفتار لعنت خدا میشم، چون خدا گفته لعنت بر دروغ. و تو میخواهی که ایمان من از دست من بگیری.
و غمی حرف وزد و گذاشت رفت به دروازه. آقا میگه من تعقیبش کردم و گفت آقا تو ناراض نباش، من تو را نمیخوام آموزش دروغ بدم و ایمانت را بگیرم، من قصدی نداشتم و تو حالا بیا همون چی که تو میگی، هر چی تو میگی تو بنویس من ببرم پیش رئیس. نامه را نوشت و گفت که من اینقدر پول دارم، اینقدر بیمارستان از من میخواهد و بقیه را من ندارم. گفتن که من بردم و با اون رئیس قصه کرد، گفته که یه آدم اینطوری با من برخورد کرد. اون رئیس گفت که حالا هم در زمین اینطوری آدم هم پیدا میشه که از دروغ اینقدر فراری باشه، دروغ آموزش بدی بدونه. و گفتن که او تکمیل پولش نوشتن که پولا بایشون بده، نوشتند و بعد من بایشون دادم و گفت که من اینقدر پول که داشتم. گفتم پولا که شما داری کرایه شما مال بلوچستان. الله خوشش میاد از این. هیچ عبادت برای الله، هیچ سجده اینقدر ارزش نداره ولو که توی مسجد الحرام و مسجد النبی باشه، به اندازه ای که انسان گناه در معرض گناه قرار بگیره، منافعش هم در دروغ باشه ولی منافع را ترک بکنه و لگت بزنه به منافع ولی خلاف شر مرتکب، دروغ نگی، صداقت توی زندگی اختیار بکنه، امانتداری را اختیار بکنه، خلاف شر انجام نده. آدم طبیعت انسانه که زیبایی را میپسنده و انسان چشمش بیفته به مال زیبای مردم، چشمش بیفته بلاتش به انسان زیبا و کشش هم باشه که نگاه بکنه و چشمش را برگردونه. نه، نگاه نکن. و اگر مال زیبا به جلو افتاد ماشاءالله هم بگی و بگه دنیای من به این نگاه نمی کنم، نه فایده داره. ای الله تعالی چقدر میپسنده کسی که چشمش را حفاظت میکنه، چشم چرانی نمیکنه، بد نگاه نمیکنه. میگه دستور الله هست خلاف امانتداری به ناموس دیگران، به خواهر و مادر و دختر دیگران به نگاه بد نگاه بکنم، چیزی که خدا من کرده و چیزی که برای خودمون نمیپسندیم، نباید این کار انجام بدیم. وقتی شما چشم کنترل میکنید، حدیث آمده است که از لذت ایمان الله شما را بهره‌مند میکنه. شما شیرینی ایمان میچشید، لذت ایمان میچشید، حلاوت ایمان الله تعالی نصیب انسان خواهد کرد. انسان گناه پرهیز میکنه. پول مال مردم در اختیار انسان قرار بگیره و امانت داری را رعایت کنه، صداقت را رعایت کنه، دروغ نگه، غیبت نکند، خلاف شر انجام نده، آنچه که الله حرام قرار داده است و من قرار داده مرتکب من نشود و از منافع بگذره، نزد الله تعالی این بالاترین ارزش داره و بهترین عبادت نزد الله تعالی. الله من و شما را برای بندگی فرستاده است. بندگی هم در طاعت، عبادت، بندگی در پرهیز از گناه و معصیت و خلاف شر، بندگی در گوش دادن به فرامین الله تعالی است. آنچه که الله دستور داده اطاعت کنیم، آنچه که حضرت رسول صلی الله علیه و فرموده اطاعت کنیم. بندگی الله اینه. الله من و شما را آزموده، با خیر و شر آزموده، با خوب و خراب آزموده. وقتی که ما نیکی را انجام میدیم که خلاف نفس و خلاف شیطانه، این نزد الله ارزش داره. وقتی شما صبح رخت خوابتون بعد از اذان یا قبل از اذان خالی میکنید و خواب شیرین ترک میکنید، طهارت میکنید که من برم نماز بخونم، این نزد الله ارزش داره. الله میگه این الان وقت خوابه و بخش بزرگ از جامعه در عالم خواب هست
اونایی که خدا را قبول دارند و باور دارند هم کوتاهی میکنند. اما این انسان طهارت بکنه، به مسجد راه بیفته و بره برای نماز، این نزد خدا ارزش داره. بسیاری هست که از گوشه های شهر ماشین سوار میشن، مسجد توی محله نیست، میرن به مساجد نماز میخوان، ارزش داره. همین ماشینی که ما سوار میشیم اداره میریم، همین ماشین سوار میشیم بازار میریم برای خرید نان، خرید ما یحتاج خودمون و فرزندان ما، همین ماشین سوار میشیم، بیاییم مسجد نماز بخوانیم و برگردیم. این نزد الله رب العزت همین مسیر که انسان میآید و میرود اجر و ثواب دارد. بعضی از اهل مدینه اجازه گرفته از آن حضرت صلی الله علیه وسلم، حضرت خبر شد که خانه هایشون میخوان نزدیک مسجد منتقل کنن. چرا؟ که دورن، شبها در تاریکی میآیند به نماز. آن حضرت موافقت نکرده، اونا را من کرد. فرمودن شما از اونجا که میایید به نماز میدونید چقدر اجر به شما میرسه، آثار قدم شما را الله مینویسه، گام هایی که بر میدارید مسجد بر شما نوشته میشه برای شما. و اگر شما نزدیک مسجد بیایید فاصله کمتره، الان فاصله تون دورتره، شما خانه هایتون باشه اونجا، از اونجا بیایید به نماز، ارزشش بیشتر. هرچه خانه دورتر باشه، الان همه ما تلاش میکنیم که نماز مسجد پهلوی خانه ما باشه، ولی نه، مسجد هرچه دورتر باشه اجر شما بیشتر، هرچه فاصله بیشتر. کسی که 100 متر فاصله داره 100 متر برای اونه، 200 متر برای اونه نوشته نمیشه. ولی کسی که 1 کیلومتر از مسجد فاصله داره، هر نمازی که میاد 1 کیلومتر مسیر 1 کیلومتر که طی میکنه برای او اجر نوشته میشه، او اجرش بیشتری از همسایه مسجد. ارزش داره که انسان به مسجد بیاید برای نماز، ارزش داره که خواب که شیرین هست و سختی بر سر نفس ترک کردن ما ترک کنیم. صبح وضو بگیریم و وضو هم سخته، صبح آمدن به مسجد هم سخته. این سختی ها را که تحمل بکنیم الله تعالی به ما اجر میده. این الله تعالی از بنده خوشنود میشه. الله راضیه از بنده که بنده دستورات پروردگار را صحیح و درست انجام بدهد و پروردگار را نافرمانی نکنه. و من عرض کردم که الله ما را در این دنیا برای آزمایش آفرید. فرزندان را الله آزمایش کرده به مادر و پدر. مادر و پدر رحمت پروردگارند و از همه انسان حق مادر و پدر اولویت داره که ایا ما حق مادر و پدر را ادا میکنیم و الله ناراض میشه از فرزند که بی حوصله باشه نسبت پدر و مادر، با پدر و مادر برخورد بکنه. پدر و مادر حتی حق نداره فرزند بگه ای پدر شما ملامتی، شما اشتباه کردی، پدر تو در حق من کوتاهی کردی. همین حق هم فرزند نداره. ولا تقل لهما اف، شما به مادر و پدر اف نگید، یعنی افسوس نگید، ملامت نکنی پدر و مادر، ولو که ملامت هم باش. کوتاهی کرده در حق شما حق نداری بگی تو کوتاهی کردی. پدر و مادر حق نداره فرزند زیر سوال ببره، آقا تو فلان کرد، چه قرآن فرمود ملامت نکن، پدر و مادر زیر سوال نبر، تحمل کن. کوتاهی پدر، نارسایی که پدر نسبت به فرزند داره، رسیدگی نکرده، مادر کوتاهی کرده، تو تحمل کن. الله این دوست داره که تو صبر بکن و بازوت را در مقابل پدر و مادر پایین بیاور. واخفض لهما جناح الذل. الله فرزند با پدر و مادر و پدر الله با فرزند بعد آزمایش میکنه که تعلیم صحیح به او بده، تربیت درست بکنه، با او محبت کنه، او را داماد کنه، ازدواج بده، کسب و کار و مشغله برای او پیدا بکنه، مسیر صحیح و راه درست او را تربیت کنه و تحویل علم بیاموزه، دانشگاه بپرسته، حوزه بپرسته،
دنیا را به او تعلیم بده، دین به او تعلیم بده، الله میپسنده و راضی میشه که پدر و فرزند وظیفهشون را نسبت به فرزند ادا بکنن و فرزند وظیفهشون را به پدر و مادر. الله ما را به همسایه ها آزمایش کرده که ما با همسایه های من چگونه رفتار میکنیم. حق همسایه را بر ما چنان سنگین کرده که حضرت رسول صلی الله علیه وسلم فرمودن که جبرائیل امین نسبت به همسایه انقدر من تاکید میکنه که خیال میکنم همسایه را میخواد شریک میراث من بگردانه. ما را به همسایه های خوب، ما را به همسایه بد آزمایش میکنه که چگونه ما و خدا از این خوشنود نیست که ما با همسایه درگیر بشیم، از این خوشنوده که در مقابل همسایه تحمل کنیم، برداشت کنیم. اگر زبالش را آورد دم خانه ما انداخت، زباله را جمع بکنیم، با او درگیر نشیم. امام غزالی واقعی را نقل کرده که کسی در خانه شکایت کرد که در خانه من موش زیاد شده. کسی کو گربه بیاور در خانه، گفت میترسم که گربه بیارن، در سر و صدای گربه موشا فرار نکنن نرن خانه همسایه. و چیزی را که من برای خودم نمیپسندم برای همسایه هم نباید بپسندم. میترسم که موش از خانه من بره توی خانه همسایه. و به همسایه خوبی کردن، محبت کردن و نارسایی اونها را، مشکلات همسایه را تحمل کردن و برداشت. برای همسایه مشکل درست نکردن، این چیزی که الله میپسنده و به همین انسان الله مغفرت میکنه. خوبی کسی حرف بدی زد، حرف نامناسبه، و شما در مقابل تحمل کن، این الله پسند میکنه، به این گناه را میبخشه. شما حرف زشتی کسی زد، توهینی کرد و شما توهین نکن، بگذار حرف بدش را بگیریش. ولی امام ابو حنیفه رحمه الله تعالی را کسی بد و بیرا گفت و امام وقتی به دروازه خود رسیدن توقف کردن تا این هرچه که پوشه و ناسزای بگه، حرفش تمام بشه، بعد بره توی خانه. و وقتی او سوال کرد که چرا شما ایستادید، گفتن تا این شما اگه حرفی دارید حرفای تو تمام بشه بعد برم توی خانه. و اینها بزرگان ما بود، این تعلیم اسلام. وقتی که کسی جلو حضرت رسول صلی الله علیه وسلم آمد و دینی میخواست و با حضرت کلام تند صحبت کرد که دین من نرسیده است، کسی صحابه ناراحت شدن، فرمودن نه شما ناراحت نمید، این حق داره که حرف تند بزنه، چرا این وام میخواه و حتما بر او فشاری آمده، نباید کسی به ایشون حرف بزنه. و بعد دستور داد که حق ایشون اون چیزی که بهتر از حق او به او بیدی. شطوری میخواد، فرمود سن بهتری از شطوری که او میخواد به ایشون بده. وقتی که به او دادن او خوشحال شد، راضی شد، دعای خیر کرد. کسی هم مسجد، گوشه مسجد از بیابان آمده بود و مسجد نمیدانست چیه، آداب مسجد نمیدانست، بالاخره آن حضرت ملاقات کرد، بعد رفت کنار مسجد و لباسش را باز کرد و برای ادرار در مسجد النبی نشست. و صحابه که دیدن صدا بلند کرده، حضرت فرمودن بگذار ادرارش را بکنه، کسی که ادرارش خط بده متضرر میشه. بعد ادرارش را کرد، دستور داد که ادرار او را شستشو کنن و خودش را خواست و گفت که مساجد برای نماز و ادرار اینجا مناسب نیست، این مساجد ادرار جاش جای دیگه هست. بعد او در طول تاریخ او زمانه نمیدانست مسجد چیه و مسجد چه جایی است، در طول تاریخ در او اثر باقی ماند. گفت که اگر حضرت رسول صلی الله علیه وسلم نبود منم میستند و من نمیدونستم، ولی او همیشه از اخلاق آن حضرت متاثر بود که آن حضرت با نادانان چگونه رفتار کرد. کسی که وظیفه‌اش را نمیدانه، کسی که اطلاعات نداره، با او با چه اخلاق زیبایی رفتار کرد. و لحظه اسلام اینه به ما تعلیم داده که تحمل حق دیگران ادا کنیم، حق ما به خوبی بگیم.
به دوری از انصاف، به دوری از اسلام، که انسان بیاد کسی را بگیره دست و پاش را بگیره که من گروگان بگیره که من وام میخوام، حق میخوام، حق من نداده. و یا برای بعض از خدا بیخبر برای باجخواهی میان دست و پا میبندن. این تعلیم اسلام نیست، اینا دور از اسلام. کجا اسلام و کجا انسان؟ و وقتی که آن حضرت را بعد تندی خطاب کردن، آن حضرت فرمود صاحب حق درد داره، تأمل کن. و الان وام دارن فرار میکنن بعضی از دست طلبکاران، تلفنشون جواب نمیدن، میگه من شهرستانم اینجا نیستم. همه این اخلاق خلاف اسلامی نیست، بدون از اسلام که انسان دروغ بگه، حق بگه، راست بگه. نجات در راست موجوده، در کذب نجات نیست، در دروغ. ظاهرا ما میخوایم خدا نجات بدیم اما خود را تو دل فرو میبریم. اسلام اخلاق زیبای تعلیم داره. حق دیگران بده و برای حق خودت صبر بکن و در صبر الله راضی میشه. الله راضیه که بنده اطاعت کنه از پروردگار، نیکی انجام بده، به دیگران خیر برسانه، حق و حقوق دیگران مراعات کنه، حق پروردگار را رعایت کنه، دستور الله تعالی را روی چشم بگذاره، روی سر بگذاره و از خدا و رسول اطاعت کنه. الله رب العزت این رسالت ما آمدیم برای رسالت سنگین، برای مسئولیت سنگین. همه این دنیا نیاز ماست، همه اینها احتیاج ما هستند. ما را الله برای دنیا پیدا نکرده، دنیا برای ما آمده. دنیا با تمام منافعش، دنیا با برف و بارانش، دنیا با همه منافع و زیبایی‌هاش برای ما آمده. ما نیامدیم برای دنیا. ما نباید خود را خسته کنیم برای دنیا، گفته کنیم برای دنیا، نگران کنیم برای دنیا، پریشان کنیم برای. چرا؟ دنیا برای ما آمده. دنیا باید در فکر ماست و نه ما در فکر دنیا. ما در فکر این باشیم که رسالت انجام بگیره، صحیح وظیفه صحیح انجام بگیره، درست بندگی بکنیم الله را و عبادت کنیم الله را، رضایت خدا را بگیریم، خوشنودی پروردگار را ببینیم. روزی که میمیریم بر رضایت پروردگار بمیریم و روزی که میریم رضامندی رب العالمین خدا را ملاقات میکنیم. و امروز من عرض کردم که اکثر جهانیان و غافلان از هدف زندگی، از مقصد زندگی. دنیا را مقصد قرار دادن، زندگی را در دنیا مقصد قرار دادن. حریص شدیم ما بر زندگی دنیا، دل دادیم به دنیا و دل داده دنیا شدیم، در حالی که نباید ما دل به دنیا بدیم. دنیا نیاز ماه، کسبش بکنید، تلاشش بکنید و دل به الله بدید. دل به مال ندیم، دل به الله بدیم. دل به اولاد ندیم که خدا را به خاطر اولاد نافرمانی بکنیم، بلکه دل به الله بدیم. ما نیستیم که فرزندان روزی میدیم، ما نیستیم که زن و بچه را روزی میدیم. الله همه ما را روزی میده و به خاطر زن و بچه خدا ما را روزی میده. هر بچه‌ای که متولد میشه روزیش جدایه. شما 5 اولاد دارید، خدا روزی 6 اولاد به شما نمیده، ولی اون فرزندانتون 6 بشن روزی 6 به شما میده. اونی که متولد نشده روزیش با شما نیست. شما هر چه دارید روزی مال شما و مال همه فرزندان شما. هر بچه‌ای که میاد روزیش را خودش میاره. هر انسانی را که الله پیدا میکنه روزیش با دیگران نیست، روزیش جدایه، جیرهش جدایه، سهمیهش جدایه. و به خاطر اولاد، فرزند، زن ما اجازه نداریم که به دست به حرام بزنیم، دست به ناجایز. سرقت میکنه، بعضی میگه به فرزندان چه بدی؟ تو برو روزی حلال طلب کن، سرقت نکن، کار خلاف انجام نده، ربا نگی. خدا فرزندان تو را از گرسنگی نمیکشه، خدا دری را بر روی تو باز میکنه. وعده الله است. شما اگر از حرام دست ما بکشیم و صبر بکنیم، لحظه صبر بکنیم، الله در را باز میکنه و روزی حلال میاد.
کسی واقعا نقل کرد ماله دیری، گفت که یک جای مسافر بوده و آمده یک جای برابر شده، کسی او را به گناه دعوت داد، هیچ کسی هم نبوده و تنها بودن، دو نفر که یکی دیگری را به گناه دعوت میده. او میگه که او کسی از اونجا پیداست، میگه تا من گفته که او کسی از اونجا پیداست، من دیدم سر یک آدمی از اونجا بلند شد و تعجب کرده سبحان الله، اینجا بیابانه، اینجا جنگلی، اینجا کسی نیست. و میخواست که گفته او طرف که منو به گناه دعوت داده بترسونم، و که کسی گفته که او از اونجا کسی پیدای پشت تپه، میگه تمام همی حرف زده سری از تپه در آمد. این نصرت الهی، خدا بدانه الله چه کسی را فرستاده که اینو نجات بده. همیشه از گناه فرار بکنه، به بنبست گناه هیچ زمان گیر نکنه. به اگر فرزندان من بمیرند از گرسنگی نان حرام نمیده به بچه ها، الله نان حلال میده بشون. بمیرم بگه کار خلاف انجام نمیده، گناه نمیکنم، دروغ نمیکنم. عزیزی گفته ها من گفت در زندگی من دروغ نگفت، من از دروغ متنفرم و من حرف راست همیشه میگم. بسیاری اینجوری آدم است که دروغ نمیگه، خیلی چیزی خوبه. الله دروغ توی جامعه ما چقدر زیاده، چقدر فراوانه، آسان به شوخی دروغ. کسی بچه‌اش را زنی صدا کرد که بیا به تو چیزی میدم، گفت چه میخواستی بدی؟ گفت فلان چیز. فرمود اگر شما نمیدادید به او، دروغ برای تو نزد خدا نوشته میشه، تو دروغ گفتی. بچه را بگی بیا چیزی میده، ندی چیزی. الان مادران به بچه ها دروغ آموزش میدن، دروغ، وعده دروغ، حرف دروغ. این تمام آموزش بچه را دارن خراب میکنن. بچه را از همین الله، این هم مادر به بالاترین مدرسه و مکتب و مهد کودک و بچه دامن مادر هست و مادران دارن خلاف اسلام به بچه آموزش میدن، دروغ آموزش میدن، خلاف وعده میکنن، بچه وعده را تکمیل نمیکنه، این بچه وعده خلاف میشه، دروغ میگن، بچه هم دروغ میآموزه از مادر و پدر، میترسونن، بسیاری میترسونن، غلطه بچه را ترسوندن. میگه فلان چیز شفای ماست کهترنون، از شب میترسن، از روز میترسونن، از گربه میترسونن. این بچه دروغ یاد میگیره و آموزشش دروغین میشه، دروغ یاد میگیره و ترسو میشه. ماها که الله ترسو هست، ما را ترسونده، میترسیم. و کسی کو که بچه من دمی بکن، دعای بده که بچه میترسه، شبه ها میترسه. کسی بزرگه گو شبه ها من تنها میترسم. بابا تو را مادرت ترسونده، مادر که همش از شب بترسونه، از روز بترسونه، بچه ترسون برمیاد. اینا در آموزش بچه ها تاثیر منفی داره. نباید مادر یه حرف خلاف به بچه نگه، دروغ نگه، نه ترسونه بی خود، و تا این در تربیت بچه داخل نشود. اسلام بهترین دینی که الله تعالی به من و شما تعلیم داده، بهترین آموزشه، هم دنیای ما را میسازه، هم آخرت ما را میسازه، هم عزت برای ما در دنیا داره و هم در آخرت داره. و الله تعالی ما را مکلف کرده به این دین، به این آموزه های خوب که در قرآن موجودن، در سنت موجودن، و ما را برای همین مقصد الله آفریده و پیدا کرده که ما الله تعالی را بندگی بکنیم و ما از وظایفمون، رسائلمون نباید کوتاهی بکنیم، سستی بکنیم و وظیفه های من را درست و صحیح انجام بدیم و بدونیم که این دنیا ناپایه داره. امروز ما عصر از مسجد بیرون شدیم و به نیتی که مغرب خدمت شما بیایم، دو جا رفتیم برای فاتحه مثلا. سبحان الله، این انسان همش در حال که حالا ما یک یا دو جا میریم ولی 10 جای دیگه نمیتونیم بریم و از قدرت ما خارجه. و انسانها، چه انسانهایی دارن میمیرن و میرن، قافله در حال حرکت هست و دنیا ناپایه داره، برای هیچ کسی وفا نکرده است. و انسان
میرود عزیزان من از این دنیایی که ساخته و آخرت نه ساخته و میره جای حسرته، جای افسوسه. مبارک او انسان ها هستند که آخرت را ساختن و آباد کردن و رضایت خدا را گرفتن و در حال میروند از دنیا که الله راضیه. امروز سخنان امام غزالی توی درس آمد که میفرمای وقتی که انسان همین که روحش خارج میشه از بدن و تمام حواس تمام بدن انسان معطل میشه، کل حقایق جلو انسان ظاهر میشه. انسان همه چیز رو به چشم میبینه، جنت رو میبینه، جهنم رو میبینه، همه واقعیت ها را میبینه، همه حقایق را میبینه، نماز را میبینه که چقدر اجر داشته، زکات را میبینه که چقدر ثواب داشته، سبحان الله را میبینه که چقدر اجر و ثواب داشته. همه حقایق جلوی چشم ما ظاهر میشن و گناه ظاهر میشن که دارای چه مصیبتی هستن، دارای چه خرابی هستن، چقدر زشتن، چقدر بدن، چقدر بدبوان، چقدر خرابن و همه حقایق ظاهر میشن. یوم تبلی السرائر، الله فرموده قیامتا که تمام مخفی ها ظاهر میشن. هر چه ما پوشیدیم و جهانیان پوشیدن همه ظاهر میشن. این روز هم جلوی ما حساب و کتاب جلوی، قبرستان جلوی و ما فراموش کردیم که ما مسافریم. سفر نه گمان پیش میه، ببینید تصادف کرد و آمادگی نداشت برای مرگ، در فکر مرگ نبود، نمیدانست الان میمیره، میگه جوانه، سنش کمه، هنوز زندگی داره. ماشین با تریلی برخورد کرد، ماشین چپ کرد، سکته قلبی کرد، در خواب مرد. الله من شما را توفیق بده که آمادگی بکنیم. مومن شانش اینه، مسلمان شانش اینه، دستور خدا و رسول اینه که ما همیشه آماده باشیم برای مرگ، آماده باشیم برای آخرت. مرگ هر زمانی که میآید، اما بعد حسرت نبریم، افسوس نبریم، بعد درخواست نکنیم که پروردگارا مرا برگردان تا من عمل بکنم، پروردگارا منو تأخیر بده تا من از مالم در راه تو خرج بکنم. نکردم ولی الان خرج بکنم، بیام برای ملاقات تو. آمادگی نکردم، وا ویلا وا حسرتا و سخت عذاب قبر. الله من شما را نجات، سخت است عذاب قبر. فرمودن که بدترین منظره قبر و قابل دید نیست و عذابی که الله تعالی مسلط میکنه. چه بسا انسان ها در ناله و فریاد، در عذاب الله گرفتار و عذاب جهنم قابل تحمل نیست. الله من شما را نجات بده عذاب دنیا و آخرت. و لحظه سلامتی در اسلام، سلامتی در طاعت، سلامتی در پرهیز از گناه، سلامتی در بندگی الله تعالی. برای وظیفه که داریم را انجام بده، به رسالتمون برسیم، به مسئولیتمون برسیم، مسئولیت پذیر باشیم، مسئولیت گریز نباشیم، مسئولیت فرار نباشیم، از مسئولیت فرار بکنیم. الله من شما را توفیق عنایت کنه، الله من شما را موفق بداره. نماز را در هیچ شرایط، نه در حضر و نه در سفر، نماز را قضا نکنه، نماز را انجام بدید و هیچ وقت نمازتون قضا نشه. اگر آیانا و خواب رفتید، نماز قضایی بیارید، توبه کنید، استغفار کنید، چیزی صدقه هم بکنید، گناه معاف بشه و آینده تصمیم همین باشه که ما کوتاهی در امر الهی، فرمان برداری پروردگار نمی کنیم. الله من شما را توفیق توبه عنایت بکند و من شما را تازه دعا شده برای زندانیان، معتادان، بیماران، اعتیاد. یه وبای بسیار خطرناک است و تهدیدی برای جامعه ما است و بالاترین تهدید و تهدیدی برای جوانان ما. متاسفانه همین مواد مردم ما به دست خودشون میخرن و میارن به فرزندان خودشون تقسیم میکنن و
چه اندازه این گناه بزرگی است کسی این کارا میکنه. روزی حلال امروز چند نفر عزیز آمدند و مشکلاتی برای فرزندانشون پیش آمده بود. همین صحبت میکردن که اگر کسی بره کارگری بکنه، من گفتم نه، بره کفاشی بکنه. بره اگر کفاشی بکنه بهتری از این که مواد مخدر معامله بکنه، بیاره مواد خودش را گرفتار بکنه، گرفتار بشه فردا خدا نکنه به اعدام بره، دیگران را بدبخت کنه، جامعه را بدبخت بکنه. الله روزی میده، انسان کم بخوره و راحت در خانهش بخوابه، فردا فرزندانش گرفتار میشه، در خانه خود فرهنگ بدی نگذاره، فرهنگ معامله بد میمانه برای فرزندان. من پدرانی را یاد دارم که خودشون هم اعدام شدن، بعد از اونها فرزندانشون هم اعدام شدن، فرزندان کار پدر را ادامه دادن. فرهنگ مونده، فرزند خیال میکنه که نان از راه دیگر نمیرسه، او کاری که پدر من کرده باید من انجام بدم، در حالی که دنیا نان میخوره. خدا به من روزی میده، خدا روزی را در مواد نگذاشته، در کار خلاف نگذاشته. و راه صحیح نان کمتر باشه، نان سالمی باشه، راه درست باشه و ما کار خلاف نکنیم، کم بخوریم و نان خشک بخوریم ولی راه خلاف معامله حرام انجام ندیم، ربا نخوریم و ربا نگیریم از دیگران، رشوه نخوریم، رشوه ندیم، کار خلاف نکنیم. الله من و شما را توفیق عنایت بکنه و موفق بداره. الحمد لله رب العالمین والعاقبة للمتقین والصلاة والسلام على رسوله خیر خلقه محمد و آله و صحبه اجمعین. لا اله الا الله العظیم الحلیم، لا اله الا الله رب العرش العظیم، لا اله الا الله رب السماوات ورب الأرض رب العرش الكريم. اللهم إني أسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. يا رب لك الحمد كما ينبغي، يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. يا رب صل وسلم دائما أبدا، يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ربنا ظلمنا أنفسنا، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. این دعای حضرت آدم که الله تعلیم دادن آدم بعد از این که آدم لغزش خورد و درختی که خدا من کرده بود در بهشت او را خورد و آدم عرض کرد به این دعا که الله تعلیم داد که الله من بر جان خودم ظلم کرد. گناهگار معنیش تعلیم اینه که گناهگار بر خودش ظلم میکنه. کسی که خدا را نافرمانی بکنه، کسی که غفلت بکنه دستور پروردگار، به تیشه به ریشه خودش زده، خودش را گرفتار عذاب پروردگار میکنه. آدم دعا کرده ما بر جان آیمون ظلم کردیم، پروردگارا ما هرچه که تو را نافرمانی کرد و از دستور تو غفلت کردیم و کوتاهی کردیم، بر جانهای خودمان ظلم کردیم و از ذات یگانه تو معذرت خواهیم. انسانی پروردگارا نفسم با ما همراه است، شیطان ما همراهه، آدمی زاد دچار غفلت میشه، دچار خطا میشه. پروردگارا ما عذرخواهی میکنیم، معذرت میخواهیم و توبه میکنیم و از تو عفو طلب میکنیم. از سر تقصیر ما درگذر باش، ما را بیامرز، ما را ببخش. پروردگارا همانطور که تو در قرآن هم به همین اشاره فرموده، عذاب دادن پروردگارا چاره نیست و گرفتار کردن چاره نیست.
عفو بندگان، قبول توبه بندگان، پشیمانی و ندامت بندگان را پذیرفتن چاره نجات ماست. پروردگارا ما پشیمانیم، نادمیم و به سوی تو برگشتیم و از تو معذرت میخواهیم. از ما درگذر باش، ما را به غضبت گرفتار نکن، ما را به قهرت گرفتار نکن، ما را انتقام نگیر. نه عذاب دنیای تو را ما میتونیم تحمل بکنیم، نه عذاب آخرت را. ما ضعیفیم، به ضعفمون اعتراف میکنیم و از تو معذرت خواهی. پروردگارا گناههای زندگی ما را مورد عفو قرار بده و از تقصیرات ما درگذر. پروردگارا غیر از تو کسی ندارد و غیر از در تو دیگه دری نیست و غیر از اله العالمین نظر لطف و رحمت تو و توجه تو دیگه چاره نیست. خدایا توسل جستیم به رحمتهایت، به نامهای نیکت، به نامهای زیبایت و تو دارای اسماء و نامهای نیکو هستی و ما به نام نیکت متوسلیم. نامهای نیکت از تقصیر ما درگذر باش، ما را هدایت بده به راه راست. محبت خود و محبت حبیب خود و محبت دینت را در ریشه های دلهای ما جا بده و ما کوتاهی های ما را ببخش و ما را در راه خودت اله العالمین چست و چالاک بگردم. ما را برای بندگیت سبک بگردم، ما را چست و چالاک بگردن و ما را توفیق بده بر روحیه باش نشاط تو را بندگی بکنیم، با خوشحالی تو را بندگی بکنیم. ما را بیحال نگردن، سست نگردن، ضعیف نگردن، ما را قوی بگردن در راه خدا. پروردگارا هدایت بده به ما که خطر گمراهی را داشته نباشه. جذب فرما به سوی خود، چنان جذبی که خطر افتادن داشته نباشه بیفتیم و عقب نشینی بکنه. ما را هدایت بده، جوانان ما را هدایت بده، زنان جامعه ما را هدایت بده، پرهیزگار بگردان ما را و اقشار مختلف ما را و ما را توفیق بده که اله العالمین نافرمانی تو را نکنیم، حق تو و بندگانت را مراعات بکنیم، از آموزه ها و تعلیم اسلام تابعداری بکنیم. من مسلمان بر حق و واقعی بگردان. بساز ما را و جامعه ما را، بساز ما را و شهر ما را، بساز ما را و مردم ما را. بینمازی را خاتمه بده اله العالمین. گناه ها و مفاسد و انواع گناه ها که انجام، گناه های شرم‌آور توی شهر ما انجام میگیره، خدا همه گناه ها را بردار اله العالمین. حیا و عفت و غیرت، ایمان، امانتداری و صداقت، صفات های زیبا را به ما و جامعه ما نصیب بفرما. این رحمتت که میریزد، این رحمت خود را اله العالمین کامل بگردان. پروردگارا به کثرت این رحمت های خودت را بر من نازل بفرما. بار بار باران رحمت را بباران و مشکلات ظاهری و اله العالمین اقتصادی و انواع مشکلات را حل بفرما. زمین خشک ما را سرسبز بگردان و آبهای ضعیف و کم ما را تقویت بفرما و اله العالمین دریاچه ها و رودخانه ها و چشمه ها و قنات های خشک شده را زنده بفرما و اله العالمین برکات آسمانی و زمینی را بر ما نازل بفرما. روزی حلال و کافی و دین کامل اله العالمین و دین قوی نصیب ما بگردان اله العالمین. دنیا و آخرت ما را بساز و آباد بگردان پروردگارا و رضایت خود را نصیب ما بگردان. پروردگارا ربا ما را متوجه مسئولیت و رسالت بگردان. برای مقصدی که ما را فرستادی به همان مقصد ما را متوجه بگردان و جمیع کسانی که درخواست دعا دارند اله العالمین، مریضان
و معتادین، بیماران، زندانیان، همه را اله العالمین حاجت ها را برآورده بگردان، وسیله آزادی و شفا و نجات فراهم بفرما. ربنا تقبل منا انك انت السمیع العلیم و تب علینا. گذشته های ما را، گذشتگان ما را مغرق رحمت کن. عزیزان ما را در جوار رحمت های خود جای نهاد و قبرستان های زاهدان و قبرستان های کل منطقه را و قبرستان های ما و مسلمین اما مغفرت بفرما. ربنا تقبل منا انك انت السمیع العلیم و تب علینا انك انت التواب الرحیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله و صحبه اجمعین برحمتك.